امیدوارم که حالتون خوب باشه و از این روزهای بهاری لذت ببرید. امروز برای من 2 دسته عروس هلندی رسیده بود و میدونید که الان فصلشه و قیمتش خیلی مناسب هستش و چی بهتر از این که یه دسته خوشگل درست بکنید و برای دوستانتون و عزیزانتون بفرستید توی این روزایی که در واقع به خاطر کرونا از هم دوریم. من اینجا 2 دسته عروس دارم و عروسامو مرتب کردم ساقه هاش رو. اونایی که حالا ساقه های بلند داشتن رو نگه داشتم مرتبشون کردم. حالا اونایی هم که کوتاه بودم رو سعی کردم که به بقیه ساقه ها فیکس بکنم و چسب بزنم. بریم که با هم دیگه این دسته گل خوشگل رو درست بکنیم. خب بچه‌ها دسته گل عروسمون رو همینجوری که دارید میبینید کنار هم گذاشتیم. من ساقه هاش رو مرتب کردم. اگر قرار کاغذ پیچی بکنید حالا نیازی نیستش که به اون صورت ساقه ها یه دست باشه، اما اگر قرار نیست کاغذ پیچی بشه و حالا شاید بخواید زیرش رو برگارایی بکنید، حتما از ساقه های نخل مرداب برای تمیز در واقع کردن این دسته گلتون استفاده کنید. حالا میخوایم کاغذ پیچی بکنیم. من 2 رنگ برای این دسته گلم انتخاب کردم. رنگ سفید میدونید که رنگیه که رنگ زمینه. تمام رنگ های دنیا از این رنگ درست میشه. پس شما هر رنگی رو که بخواید باهاش ترکیب بکنید زیباست. من یه رنگ تیره و یه رنگ روشن براش در نظر گرفتم.